یو سلام بچه ها، چطورین؟ از دل اومدم با چه ویدیویی آتیلا اصلا ببین سما ببین بوم بخنده. آقا ما قراره اول اصلا وایس من یه چیزی بهتون نشون بدم. ساعت چنده؟ ساعت 1:38 شب ما اومدیم رکورد ویدیو. اینجوری که از داخل تامنیل و تایتل مشخصه قرار بریم چالش پرنها با انجام بدیم، ببینیم که حالا دیگه بالاخره لجندا این تایم از شب میرن وی پی ان روشن میکنن و هندزفری اینا میذارن. خودتون میدونید که شما خیلی از من واردترین، لازم نیست من خودم توضیح بدم. این موقع شب میان، حالا بعدش حالا یه سری میان گیم و اینا. میخوایم بریم تو جهان ببینیم کدومشون میتونه از طریق افکت صدا اون من یه صدای پلی میکنم ببینیم اولین چیزی که به ذهنشون میرسه چیه. اگه پورنهاب نبود و غیر از پورنهاب بود، از بین این سکا تقریبا تا 500 جم میتونه چه پولش رو دریافت کنه چه براش گیفت کنیم، ببینیم که کی کی این جوایز بهشون میرسه. پس حتما برامون کامنت بذارید. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون اومد لایک کنید و چنل رو حتما سابسکرایب کنید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اما پرویز تو بودی گفتی این کیه؟ پرویز نودت تو بخش کرده بودن جان؟ تا پسر نیستی نودت بخش شده. برو داداش، ما اسکای یه ملت رو میری تو اومدی اسکای خودمونو بگیری؟ زشته اصلا. داشت چی میگی؟ خودتی عشقی داداش. آقا پرویز من یه چالش دارم. خب من برات یه تیکه از ویدیو یه چیزی برات پلی میکنم. اولین چیزی که به ذهنت رسید و اسمشو بگو برام. اولین چیزی که به ذهنت رسید. نه ترس، چیزی نیست. نه با یک ویدیو خوبی اصلا میری سمت خدا. وای آجی صدا دور طرفه شد. وایسا من خب آقا من پرویز آماده ای؟ یه ویدیو یه تیکه صدای چیزیه برات پلی میکنم. اولین چیزی که به ذهنت رسید و اسم میاری. اگه درست بود تا سقف 500 جه من برات یه چیزی گیفت میکنم به دلخواه خودت. آجی یه چیزی الان چرا هر 4 تا همشون پی سی ان؟ عالی. آقا خب بریم سراغ چاله. اولین چیزی که به ذهنت رسید چی بود؟ مردون راستشو بگو. آقا خدایی بگه دیگه. خودتیو ببین، من از بین اون دوتا خودم انتخاب کردم که به کدومشو بگیجم. چی؟ اسنوپ داگ. به جان بچه‌م اسنوپ داگ. داداش تو دیگه خیلی پرتی. اسنوپ داگ میدونی چرا؟ ببین اسنوپ داگ دیدی صحنه‌اش مثلا رو ماشین بالایی میپره. بابا داداش تو خیلی پرتی. تو دیگه ببین تو دیگه جز بهشتیایی حاجی. یارو این یعنی تو یه بارم نرفتی تو اون سایت ها؟ داداش به خود خدا زنگ میزنم واتساپ میگم حاجی مگه همچی پسره اصلا هست؟ اما برو بابا تو مسخرمون کردی. مجنون سلام داداش، خوبی؟ ایرانی هستی؟ مرسی، تو خوبی؟ سلام نوشته نه بچه اصلا عالی بود دخترم. چطوری خوبی؟ اسمت چیه؟ میتونی وایس باز کنی؟ یه چالش برات دارم. اگه بتونی چالش رو انجام بدی به سوال من جواب بدی تا 500 جم برات یه چیزی گیفت میکنم. من ویدیو رو دارم رکورد میکنم برای یوتیوب. مریم 14 خب مریم خانم میتونی وایس باز کنی؟ داداش تو خیلی خوبی. وای سلام جیکوبم، اسمم تلگرام پسرک روانیه، پیوی بلاک، وحشی محفوظ، برگ بیابون. منم اسمم آجی این صدا نداره، فیلترم بطل میرین عشقی. منم اسمم آره آجی هست صدا نداره. من دارم واسه کی توضیح داداش. خداحافظ مجنون. داداش وایس باز میکنی؟ اگه نمیتونی وایس باز کنی شرمنده باید کیک کنم. خب صداشو داری دیگه. مجنون صدامو داری؟ آره. چطوری خوبی؟ اسمت چیه؟ اصلا اسمشو به کنار. مجنون داداش یه چالش برات دارم. خب ببین من یه تیکه از یه ویدیویی برات پلی میکنم. اولین چیزی که به ذهنت رسید ببین اون دو تا چیزه. حالا تو به تشخیص خودت یه اسم یکشون رو میاری. اگه اونی بود که من مد نظرم باشه من برات تا سقف 500 جمی هر چی که دلت بخواد برات گیفت میکنم. اوکیه؟ خب بریم. خب مجنون کدوم به نظر الان این چی بود دقیقاً؟ چی دلت چی رو گرفت؟ یه سوال میتونم ازت بپرسم؟ بله.
وقتی تنها میشی تو خونه خب چیکار میکنی؟ بابات نیستن فیری هم حال نمیده یا پینگ زده به جز اینستا و تلگرام دیگه چی کار میکنی؟ یعنی اگه بگی هیچ کاری نمیکنی داداش تو دیگه خیلی خوبی ولم کن اصلا حاجی من برم بمیرم تو بنداز بابا شانس ما رو نگاه هر کی میرسه نه بلایتین ایرانی فکر کنم ایرانی هست ایرانی یس سلام یس ایرانی ایران، خودش سلام. میگه ایرانی بعد میگه where are you from داداش تو از بیکاز ایرانی ما خیلی بدتری تو دیگه خیلی پرتی هستن من خاطی هیچی بگیمی ها کیکش کن بابا کیکش کن بریم بنداز جهانی هی خدا خب این فکر کنید جفتشون هم ایرانیان ایرانی هستیم وایستون واس کنید سلام داداش میتونی وایست واس کنی سلام خوبی خبر قربونه داداش من دارم واسه یوتیوب یه ویدیو رکورد میکنم خب یه چالش برات دارم دمت گرم اگه بتونی تشخیص بدی اونی که مد نظر ماست رو تشخیص بدی من یه چیزی برات پلی میکنم اگه بتونی تشخیص بدی از بین این دوتا ما کدوم مد نظرمونه از تا 500 جم هر چی بخوای برات گیفت میکنم اوکی بریم اوکی حل خوب گوش کن خب دقت کن نظرت الان این ریاکشنت چی بود به این ویدیو و این صدا آجی خندش رفت این از خودمونه نه یعنی چیز از شیاطین از خودمون نیست نه داداش جاست مسلم من نماز میخونم چی میگی از کذبه داداش چیش این خندت برای چی بود دیوس نه بگو الان من اینو ببرم نشون خانوادت بدم خنده مکنی کیری خنده مکنی ببین اصلا یه کار میکنیم ما از تو 500 تا جم میگیریم این ویدیو رو به خانوادت آره این همیشه معامله است دیگه نه ولی دمت گرم واقعا کارت عالی بود حالا درست از شیاطین بودی ولی خب به شیاطین هم میرسه چون از خودمونی تشخیصت خوب بود واقعا چی بگم الان یاد چی افتادی بگو یاد چی افتادی ببین اگه همکاری کنی درست سوالا رو جواب بدی من دوبلش میکنم تا یکا میذارم هر چی بخوای برات گیفت میکنم همینجا تا یکا یاد چی افتادی الان من بخوام مثبت جواب بدم ترجیحاً نه داداش خودت باش عزیزم این یوتیوب شماست یوتیوب من نیست خودت باش بگو دیگه بابا ببین بگو دیگه داداش بابا داره خودت با لگد میزنه و یه کارو پرت میکنه و میگه من نمیخوامش بابا بگو دیگه چیزی نمیشه حرف بعد انگار اومده مدرسه بابا بگو بابا فایرا داداش بگو دی آقا اصلا اوکی نگو این افکت صدای پورنهابه تو هم رفتی منم رفتم نه یعنی چیز همه رفتن آره آقا حالا همینو به کنار داداش از همینا اسم سه تا از بازیگرا رو بگو من تا یکا برات گیفت میکنم هر چی بخوای سه تا بازیگر اسم ببری یکا جمو بردی به ناموس همینجا برات گیفت میکنم ببین فقط یه کمک یکیشون از کلش کسله ببین کمکم رسید داداش چرا اسطوره منو میای کمک میرسونی بهش بابا داداش کریم بنزما رو گفت راست میگه حاجی فوتبال هستن داداش نمیدونی چقدر برا بدن خوبه آقا این نمیخواد دیگه ببین خودش داره به بخت خودش لگد میزنه میگه من این یکاجمو نمیخوام آقا اشکال نداره بگو تو میتونی جان دوباره جانی جوردی ایوا بنازم اصلا خدا ببین اصلا از دور میبوسمه وایسا آقا من ایوا رو چرا نمیشناسم بزنم گوگل بابا بیا بابا سر رکوردیم چیکار میکنیم بیا ولمون کن خب داداش تا یکا جم هر چی بخوای بگو سری برات گیفتش کنم داداش بودو من اینما تولد فرار من تو گیفتا تا یکا چیز خوبی نمیدونم داداش یکا جم تو دلار الان 40 تومنه فکر کن یه ست موف میگیری فقط یه دونه این دنسه که
عینکو میذاره رو صورتش بده. بیا داداش برو گواره وجودت. بیا داداش اینم گیفت اولین نفرمون برندمون دیگه، از خودمون بود، لجند بود اصلا. داداش فقط یه چیزی با همین دنسه یه دونه دنس بزن عشق. آره همین الانم یه دنس برو ببینیم دیگه. روال دمتیه. نوش جونت گواره وجودت. این عیناست که انیمم زیاد میبینه. اشفار ترور ایرانی هستی؟ امیر اومد. چی؟ کدوم بود گفت سلام؟ ترور خوبی داداش؟ صدات یکم کم میاد، میتونی یکم صداتو بلندتر کنی؟ یه چالش برات دارم. الان صدام خوبه؟ الان بهتره، الان صدات اوکی. داداش یه چالش برات دارم، خب خوب گوش کن. من یه ویدیوی برات پلی میکنم، اگه بتونی تشخیص بدی که این ویدیو اصلا چی به ذهن تو میرسه، چه ریاکتی بهش نشون میدی، من تا 500 جم برات هر چی دلت بخواد همینجا برات گیفتش میکنم. خب آماده ای؟ پلی کنم؟ ریاکشنت به این ویدیویی که من گذاشتم چیه؟ چی دستگیرت شد ازش؟ ویدیویی گذاشتی اصلا؟ داداش خیلی خوبی. نشنیدی صدا رو؟ اصلا صدا نیومد. مطمئن وایسا. خب شاید من الان یه بار دیگه برات میذارم. خب دقت گوش کن، تشخیصت هر چی بود اگه درست باشه من تا 500 جم بهت هر چی بخوای میدم. خب صدا رو شنیدی الان؟ خب الان چی؟ حس کردم یه ریز خنده ای زدی ناتیلا، نمیدونم تو رو ولی حس کنم. ببین داره میخنده. چرا خندیدی الان چرا خندیدی؟ خاطرات بچم زنده شد اصلا حاجی. داداش الان دیگه سوالا رو جواب بده. خب خنده رو ول کن. چی دستگیرت شد؟ این چیه؟ هنوز به اون 500 جم نرسیده تا سوالا رو جواب ندی. چیزای خوب. چیزای خوب یعنی مثلا چیزای خوب مثل نماز خوندن، مثل عبادت کردن، روزه گرفتن، به پدر و مادر احترام گذاشتن، اینا. آره مسجد رفتن هم جزشونه. چی؟ مسجد رفتن هم جزشونه. نه تو به جاش میری هموم. من میشناسم تو رو. نه داداش الان تشخیصت از این چی بود؟ تشخیصت تو بگو 500 جمو بگی. این آهنگه چیو به تو یادآوری کرد؟ داش تو بگو تو جمو ببر. داداش هم امیر وایس باز کرد. ببین میگه امیرا لاشینا. ببین چه جوری وایس باز کرد. نه یعنی امیرا داداشم اینا. داداش امیر ببخشید بهت اومدم. تشخیصت چیه؟ باش این تشخیصم از این کلیپی که پلی کردیم و آهنگش همون تیزر جی تی ای آهنگش. داداش تو دیگه مسلمونه این تو دیگه بهشتی هستی. چی گفت؟ مثلا زدی تو خون میگفتی یه امیرالله چیزی فیلم چی؟ ترور چی گفتی؟ فیلم سوپر. داداش بنازم. نه واقعا داداش چی و تیزره. یعنی تو از این دوتا آهنگ تیزر خود جی تی یادت؟ حالا درسته تیزر خود جی تی هم هست ولی داداش دیگه همه بیشتر با تیزر اولیه خاطره دارن. مرد مومن یارو مورد داریم الان نگاه کن. الان دقیقا ساعت چند؟ ساعت 2:30 مورد داریم تا 2:30 داره با این آهنگ هنوز خاطره سازی میکنه. تا 500 جم چی میخوای برات دیف کنم؟ تون سری تیز بگو داداش. بگو چی میخوای؟ سلام بفرست. حله آسیسم الان همین که بای میکنه ترور. داداش بیان گواره وجودت بزن بر بدن. اینم از گیفت شما. ببر عشق کن. فقط برو سری دنس رو بذار یه دنس برامون بنداز و دمت گرم. من نظرم الان در حال حاضر واسه این ویدیو نظرات شیطانی دارم. خب نظرات شیطانی دارم. بنازم آقا. مبارکه داداش. اصلا دستش برات بچرخه. دنسو بالا سر وینسنزو بزنید داداش. ایشالله. خب آقا اینم از پایان ویدیو. امیدوارم نهایت لذت رو برده باشین. حتما در مورد این ویدیو برامون کامنت بذارین. نظراتتون رو حتما میخونم و جوابشون میدم. اگه دوست داشتین پارت دومش هم براتون میسازیم. من که واقعا عشق کردم. یعنی هم اومدن هم خندیدیم هم یه سری جم بردن دلشون شاد شد. من خودم واقعا عشق کردم. شما هم حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنین. چنل رو سابسکرایب کنین تا ویدیو شما رو به خدا بزرگ میسپارم. بوس به کلاتون. بای بای.